با ارزون ترین حمل و نقل دبی آشنا شو. تنها راهی که میشه از شر تاکسی دبی راحت شد. تاکسی گرفتن هزینه‌های زیادی و ممکنه رو دستتون بذاره. تنها راه چاره‌ش هم متروه که با هزینه کم میشه رفت و مراکز گردشگری رو دید. استفاده ازش هم خیلی آسونه و مثل مترو تهران نیستش. کلا 2 خط قرمز و سبز داره. حالا به نظرتون با مترو دبی کجاها رو میشه رفت و بازدید کرد؟ بیایید بهتون بگم. خب اگه بخوایم برج خلیفه و دبی مال رو بریم که توی خط قرمز ایستگاه برج خلیفه پیاده میشیم. یه ذره پیاده روی هم داره ولی هم مسیرش هم میشه لذت برد. تقریبا بعد از 10 دقیقه به مقصد میرسید. اگر هم بخوایم بریم موزه آینده خط امارات تاورز که اونم تو خط قرمز پیاده میشیم و با یکم پیاده روی کمتر از 5 دقیقه میشه بهش رسید. قاب دبی هم باید ایستگاه مکس پیاده بشیم که البته اینم بگم این یکم دور و نزدیک به همون نیست و حتما باید ماشین بگیریم. از 5 دقیقه به مقصد میرسیم. خط مالاف امارات هم که پیاده بشیم میتونی اسکی دبی رو تو دل گرما تجربه کنی. از اونجایی که من دبی رو عین کف دستم میشناسم اینجا هم که اطلاعات روزانه رو بهت بدم، پس فالو کن و کامنت و حمایت یادت نره.